هرس یه گیاهی در بیابان خاره، یه نوع خاره. خار خیلی تیزی و وحشتناکی هم هست. این خار مورد علاقه شترهاست. شترها خیلی هارسه رو دوست دارن که بخورن. یه اتفاقی میفته. شتر هارسه رو از رو زمین میکنه تو دهنش، شروع میکنه جویدن. خارا میره تو لپ و زبون ایناش، خون تو دهنش میاد. مزه شور خونش باعث میشه خاره خوشمزه تر بشه، انگار داره خیار با نمک میکنه. بعد یه جوری میشه که نمیتونن این شتر رو بگیرن و نگه دارن که هارسه نخوره. و اگر شتربان به زور بلا نگیرتش، افسارشو نکشه و جمعش نکنه، شتر در اثر خوردن هارسه نه، در اثر خون ریزی میمیره. برای همین به هرس میگن هرس. تو ماسیرمونی نداری و مرتب میخوام از نردبون دیگران بریم بالا.